درود بر شما تماشابینان گرامی. امروز ما از برنامه دیروزه فردای تاجیکستان الهام خیلی بیشتر گرفتیم و تصمیم گرفتیم که امروز برنامه دیدگاه را نیز به طور آنلاینی پخش کنیم و پیشکش شما گردانیم. یکی از خصوصیت های برنامه امروزه دیدگاه آن خواهد بود که در برنامه امروزه رهبر پیمان ملی تاجیکستان محیدین کبیری به چند سوال ما جواب خواهند گفت. برای چی ما رهبر پیمان ملی تاجیکستان محیدین کبیری را به برنامه دیدگاه دعوت خواهیم کرد؟ برای آن که نزویسیم گازیته، یک گازیته روسی، نشریه روسی از محیدین کبیری رهبر پیمان ملی تاجیکستان مصاحبه گرفته است که در آن مصاحبه بسیاری از مسئله هایی که تا امروز مطرح نشده بودند و بسیار از چیزهایی که تا امروز گفته نشده بودند در آن صدا دادند. در آن به سوال ها جواب گفته شده است. از جمله آیا منصبداران تاجیک از امام علی رحمان خسته شده اند؟ چرا و چگونه آنها به پیمان ملی تاجیکستان معلومات میفرستند؟ رفتن امام علی رحمان چی پیامد خواهد داشت؟ روسیه آماده از دست دادن دیکتاتوری دستپروری خود است یا نه؟ و هاکذا مثل همین به چند سوال هایی که تا امروز مطرح نشده بودند محیدین کبیری جواب خواهند گفت، البته به طور آنلاینی. بینندگان عزیز، شما ما را ساعت 20 به وقت مسکو و ساعت 22 به وقت دوشنبه منتظر باشید. در پخش آنلاینی برنامه دیدگاه وامی خوریم. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه.